بشتابید هموطن با آباد کشور. دیپارتمنت نجاری ما شامل 5 بخش است. بخش اول ما نجاری عمومی است، بخش دوم ما کندنکاری نورستانی است، بخش سوم ما بخش کندنکاری کلاسیک است، بخش چهارم ما بخش پنجره سازی است و بخش آخری ازی خاتمکاری است. فعلا در خانه‌های کابل زیادترش چوب ارچه است. چوب وطن ما و شماست که از هنر است و او بهترین چوب است، حتی در دنیا اول است چوب ما و شما از نگاه کیفیت. این فعلا کنار جور کردن این چوب نشتر است که این چوب هم از وطن ما و شما از ولایت خوست پکتیا میاد، این از طرف جنوبی میاد، این بهترین چوب است. در وطن ببخشیم به این خاک با هم رونق. سال 92 فارغ شدیم، بعد از او باز همراه دیگه مؤسسات یا کار میکردیم در بخش آموزش. تقریبا در 5 ولایت در حدود 700 شاگرد برای 4 سال آموزش دادیم. باز سال 2021 بود که دوباره پس در اینجا آمدیم به حیث استاد و این 4 سال تقریبا شد که اینجا بخش کندنکاری و اساسات نجاری درس میکنیم.